یک زن نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمد. یک زن گفت حبیب خدا، زمانی که من یک حدیثی تو را شنیدم شوهر کردن را ترک ساختم. حبیب خدا گفتن چی حدیث بود؟ چی شنیدی؟ برای چی از این نعمت شوهر دست میکشی؟ شوهر بسیار نعمتی خوب است. پروردگار زنی شوهردار و مردی زندار را دوست می‌دارد. و حبیب خدا گفتن بدترین جوان پیسر و بدترین جوان دختر آن جوان پیسر و جوان دختری هست که شوهر نمیکنند، زن نمیگیرند. چرا تو دست میکشی؟ حضرت گفتن آخر شما گفتین اذا نظرت علیها سرتک. ای حبیب خدا، شما گفتین بهترین زن همان زن به حساب می رود که وقتی اگر شوهر در جمال او نگاه کند، از تبسم زن، از معامله زیبای زن، از چشمهای پر از مهری به شوهر داشتگی، وقتی شوهر که خوشحال می شود، این زن بهترین زن است. پس حبیب خدا، یکی مبادا یگان روز این شوهر به من نظر کند و از این چهره من خوشحال نشود، از این چهره من ناراحت شود، پس من بدترین زن هستم و من در پیشگاه پروردگارم قدر و شرف خدا گم میکنم. تصور کنید برادر عزیز، با یک نظر کردن که حبیب خدا گو وقت شوهر در جمال زن نگاه کند و زن با یک تبسم شوهر خدا استقبال گیرد، چهرش خندان کند، ترشی و قواق روی خدا دور کند، حبیب خدا گفتن بهترین زن تو هستی. و این زن از این ترسید که مبادا یگان روز از جمال من این شوهر من راحت نکنه. برادر عزیز و گرامی، بیاین مقایسه کنین با آن زنهایی که شوهرها را با روی ترش و با قواق گراندگی پیشواز میگیرند. شما بیاین مقایسه کنین با آن مردهایی که نسبت زنهای خود نفرت و دشنام و قهر دارند. شما یک خدا ترسی این زن مقایسه کنین با این خیل نیت، با این خیل عمل، بیشک این زن جنتی است. برادر عزیز، زنای ما و شما، من همه را در نظر ندارم، زیرا ما زنها را بسیار حرمت میکنیم، زیرا همه پیغمبرها از زنها به دنیا آمدند. زن مادر است، زن بهترین نعمت در روی دنیاست. حتی رسول اکرم اکمل المؤمنین احسانا ایمانا احسنهم خلقا و خیارکم للنسائهم گفت ای مردها، بهترین شما همان مردی هست که اگر با زن خود بهترین زندگی را داشته باشد، زنش حرمت کند، با قدر زنش رسد، با زن خود گوییم که دست به دست سلام کند، چهره خندان باشد، با او در لب یک دسترخوان نشسته خوراک خورد. این بهترین مرد است. لیکن این سخن زنه که اگر مبادا یگان روز شوهر من از چهره من ناآرام شود، من در پیشگاه خدا چی جواب میگویم؟ امروز از روی شکایت هایی که به من می آید، من همین مقایسه کردنی هستم که امروز زنهای ما میدانم که از حساب نادانی است، از حساب آن است که سخن خدا و رسول به گوش اینا نرسیده است، و الا اونها البته هیچ وقت به احترامی نسبت شوهرها نمی کنند. امروز زنهای ما و شما فقط ترس خدا را در 4 قلمه پختن و مزار بردن میدانند، یا یک شیربرین یا یک آتله پخته و در همسایه دادن میدانند، یا رفته مزار حضرت سلطان یا برق زیارت کردن، برای خود همین ترس خدا میدانند. مادرای عزیز و خواهرای عزیز، اگر مبادای منبت صدای من به گوش شما رساند، همین شوهرهایی که در خانه شما هست
منزلت و بزرگیشان به نام خدا، از حضرت امیر جانم، سلطانم، برقم، از همه اینا دیده در پیش تو منزلت و بزرگی این بلند است. این منزلتش بزرگ است. تو آن کلمه هایی که زیبایی که میپذی و من میدانم به نیت خوب میپذی، تو به اخلاص میپذی، لیکن همونا را در پیش همین بزرگوار که شوهری توست گذار، همین خورد در حق دعا کند، انشاءالله تو بیشک جنتی. یا شیر برنج یا دیگر نوع خوراکی نباشد، تو برای شوهرت مهیا کن، انشاءالله مزار تو همینن، بزرگوار تو همین شوهر هاست. در مردم ما و شما تاجیک یک مثل است، آبی نزد دری میگن آبی در لایاوه. مقصد آبی نزد در لایاوه، مقصد آن چیزایی که در پیش ماست، آن کسانی که در پیش ماست اونا قدر ندارند، دورتری او قدر دارند. لیکن مادری عزیز، جنت تو در پیشت است، همون شوهرت است. تو هیچ جا نرو، یگان جا طی نکن، فقط دنبال همین بگیر، دعای همین بگیر. بیشک در روز قیامت به نام خدا همچون مادر سلامت میدهم که تو در جنتی. من این از نام خدا و رسول برای تو گفته ایستادم. بعضی انسان ها عقیده دارند که یک حضرت برق زیارت کردن گویم که یک حج در نامه اعمالت نویسانده میشد، حالان که این هیچ اساسی نداره. برادری عزیز، خواهری عزیز، مادری عزیز، شوهرت زیارت کن، شوهرت طواف کن، به قدر شوهرت برس. حضرت برق هم همین است، حضرت سلطان هم برای تو همین است. این بهترین نعمت برای تو است. همون نوده هایی که یا همون آبی که تو از همون گورستان و مزارها برای شفا میاری، حالان که اونا شفا نیستن، تو همون کرته چرکین شوهر تا بشو، آب همون را بنوش، برای تو شفا است. آب همون برای تو شفا است. همون سنگ های بے معنی که تو رفته با دستای نازکت اونا را زیارت میکنی و میماری، همون را در پشت شوهرت بمال، همچنان است که تو خانه کعبه را زیارت داری. این از حرمت شوهر، این از به قدر شوهر رسیدن. زن نزد حبیب خدا آمد، از ترس گفت پروردگار من شاید روز اگر روی ترش کنم. حبیب خدا وقتی میگوید من بچم ابراهیم 6 ماهه بود که از دنیا گذشت، ابراهیم 6 ماهه بود، فرزند ماریا کفتیه. وقتی در قبر میگذاشت عمر حکایه میکند حبیب خدا را دیدم بسیار گریه میکرد و ابراهیم بچه‌ش در لحد گذاشت و چی گفت؟ ای ابراهیم، الحال منکر و نکیر تو را میپرسند رب تو کیست؟ بگو رب من الله است. از تو میپرسند 6 ماه کودک رب تو کیست؟ رب من الله است. دین تو چیست؟ بگو دین من اسلام است. اگر پرسند پیغمبر تو کیست؟ بگو پیغمبر من پدرم محمد صلی الله علیه و سلم است. پدرم محمد است. رسول اکرم میگوید وقتی پشت نگاه میکنم عمر مثل کودک گریه میکند. گفتم عمر سبب گریه در چیست؟ و ای حبیب خدا وقتی ابراهیم 6 ماهه را پرسند عمر هلاک میشود. 6 ماهه ابراهیم که پرسند حال عمر چی میشود؟ سعد ابن معاذ رحمت الله علیه یکی از بنده های صالح پروردگار بود که حتی در صحیح بخاری میگذرد وقتی روح سعد ابن معاذ از بدن او جدا میشد و وقتی روح او به سوی عرش رفت، حبیب خدا گفت عرش پروردگار از شادی در حرکت در آمد. سعد ابن معاذ 70,000 ملائک در حدیث ها میگوید در جنازه سعد ابن معاذ اشتراک داشتند. حبیب خدا میگوید یک روی مالچه سعد ابن معاذ از دنیا و آنچه در دنیاست بهتر بود. وقتی سعد ابن معاذ وارد قبرستان کردند، همین بنده صالح را
وقتی وارد قبر کردن حضرت جابر میگوید نگاه کردم حبیب خدا تسبیح ها را زیاد گفتن گرفت، از پس او تکبیر ها را روانه کردن گرفت. گفتم حبیب خدا راست هیچ قبر ده اینقدر راست نمیستادی، اینقدر تسبیح و تکبیر نمیگفتی، چه حالت شد؟ گفت سعد ابن معاذ قبر جکی، بنده که 70,000 ملائک در قبر در حضور جنازش بودند. عرش پروردگار به آمدن روح سعد ابن معاذ خرسند شد که سعد از دنیا گذشت. قبر سعد جکی. حبیب خدا گفت تا زمانی که قبر سعد نکشاد من تسبیح را قطع نکردم. پروردگارا ما را از جکش قبر نجات بده، ما را از فتنه های قبر پروردگارا نجات بده. همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند، همنشینان تو در زیر لحد خاک شدند. چشم عبرت بکشا خواجه اگر انسانی. به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ جامی میگوید یک برادر من زیارت رفتم، به سر قبر یکی رفتم و گفتم چونی؟ گفت احوال چی پرسی که بیایی دانی؟ احوال چی بیان کنم تا اینجا نیای، تا داخل این نشوی؟ از حال بیان کردن می شود.